شغل دوم بازیگران مرد ایرانی که باعث شده ثروت و دارایی اونها هر روز بیشتر بشه. اگه یادتون باشه قبلا شغل دوم بازیگران زن ایرانی رو گفتم، الان نوبت بازیگران مرد ایرانیه. تو این ویدیو از 1 میریم تا 5. بعضیاشون چندین شغله هستن. بازیگر شماره 5 بین این 5 مورد تنها بازیگریه که دکتره و 2 تا شغل دیگه داره. شماره 1 رضا عطاران. رضا عطاران 55 سالشه. بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانیه. در دهه 1360 فعالیت عطاران به عنوان بازیگر تئاتر شروع شد. رضا عطاران مشهدیه. او 5 بار برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد شده. آقا رضا غیر از تن‌پردازی در سینما و ساختن فیلم‌های میلیاردی و بامزه، یک آتلیه عکاسی با نام خودش اطراف شمال تهران داره. با ورود به آتلیه با شعاری روی تابلو روبرو میشید که نوشته متخصص عکسبرداری و فیلمبرداری از مجالس در منوهای متفاوت. شماره 2 شهاب حسینی. شهاب حسینی بازیگر و مجری ایرانیه که 50 سالشه. او از سال 1377 فعالیت بازیگریش رو شروع کرد و متولد تهرانه. شهاب 11 بار برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد شده. جوان اول صحنه‌های بین‌المللی این روزهای سینمای ایران هم مثل خیلی دیگه از هنرمندان کافه‌داری و رستوران‌گردانی رو انتخاب کرده. آقا شهاب در کافه هنر خودش در تهیه و خلق منو به جزئیات توجه میکنه. طراحی فضای داخلی کافه هم کار خود آقای حسینیه. محل کافه در نزدیکی منزلش در لواسونه. البته مدیریت کافه رو همسر شهاب بر عهده داره. با لایک این ویدیو به هم انرژی بده. شماره 3 امیرحسین رستمی. امیرحسین رستمی 48 سالشه. بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر ایرانه. او به مدت یک دوره هنرجوی کارگاه آزاد بازیگری به مدیریت امین طارق در سال 1382 بوده. امیرحسین متولد تهران و از سال 1377 بازیگری رو شروع کرده. جوانی ساده دل سریال دودکش و پادری و مسعود معروف لیسانسه ها اونقدر هم ساده و چشم و گوش بسته نیست. اطرافیانش معتقدن امیرحسین مخ اقتصادی داره و عجوبه بازرگانی و بیزینسه. او که جوانترین عضو اتاق بازرگانی ایران و اماراته، اکنون مدیر یک شرکت بازرگانیه. بازیگر شماره 5 از همه سنش کمتر و به شدت مشهوره. حسابی خودش رو تو دل مردم جا کرده. شماره 4 سام درخشانی. سام درخشانی 48 سالشه. مجری، بازیگر سینما و تلویزیون ایرانه. او متولد تهران و فعالیت بازیگریش رو از سال 1378 شروع کرده. چند سال پیش سام یک عطرفروشی رو انداخته بود که با بالا رفتن دلار متاسفانه شکست خورد و نتونست ادامه بده. بعد از مدتی سام سینمای ایران همین روزا بیشتر از اینکه سرگرم بازیگری باشه، سرگرم میزبانی از هنرمندان و فوتبالیست‌ها و افراد بسیار دیگه‌ای در فست فود خودش رو گویا این کاسبی خیلی هم براش منفعت داره و خدا رو شکر سود سرشاری نصیبش کرده. شماره 5 پوریا پورسرخ. پوریا پورسرخ 46 سالشه. بازیگر سینما و تلویزیون ایرانه. او متولد تهران و فعالیت بازیگریش رو از سال 1181 شروع کرده. پوریا پورسرخ، البته ببخشید دکتر پوریا پورسرخ که دکترای فیزیولوژی گیاهی داره، در کنار بازیگری به عنوان شغل دوم کار طراحی فضای سبز و ترجمه مقالات مختلف برای مجلات علمی رو انتخاب کرده. طرفدار کدوم بازیگر هستی؟ دوست داری با کدومشون عکس یادگاری داشته باشی؟ تو کامنت برام بنویس. ویدیوی بعدی در مورد معرفی 5 پول با ارزش دنیاست که نه ایران جزشه و نه آمریکا.